ساعت 11 شب چهارشنبه هفته گذشته جن در آقای مودت حلول کرد. قصه رو داورش بود. اول قصه رو خود میدونی. با خودتو شروع شد. داستان صدا بردار فیلم پدر بزرگ من که وسط صداگذاری فیلم خشت و آینه ناپدید شده و رفته. تنها کاری که تو اون چند ثانیه میتونستم بکنم این بود که حالیشون کنم هوا پس دارم میبرن سرشون رو ببرن. من الان بگم دیوونه بود شما قبول نمی‌کنی که. مصطفی سمیر رو میشناختی؟ من به هیچ که نشناسم. من صیاد کوسم. تو دیدمش فهمیدم ماجرای خودکشی صحنه سازی کشته بودنش. کارگر دقیقاً چی گفت؟ جسد که بره تو این خاک زمین دهن باز میکنه زلزله میاد. خب ما الان یه جسد لازم داریم. من یه جسد لازم دارم. چرا کی؟ یه جسد دارم جور کن. به خاطر من. یه جسد. خاطر من. تو جهنم. سری داستانی زده دختره رو کشته. میگن روحش هنوز تو قبرستون سرگردونه. بهش بگو به اینا گفت همه چیز تو قبر حلیمه است. تکرار کن. همه چیز تو قبر حلیمه است. جن در اینجا. جن مال شما هست با من کاری نداره. از اینجا برو. اژدها وارد می شود. فیلمی ساخته مانی حقیقی.